خواهری محترمه پرسیدن زنی یا خواهری برایش خواستگار زیاد پیش می شود، اما از دین و اخلاقشان خوشش نمیاد، ردشان میکنه. آیا به این گناهگار میشه یا خیر؟ خواهری محترمه، عقد ازدواج، زن و شوهری یک عقد عمری و در زندگی انسان بسیار مهم است. زن و شوهر هر دو در انتخاب بسیار باید دقیق بوده باشند. آنچه که مهم است در انتخاب در قدم اول دین زوجین، چه مرد باشه چه زن، دین از اینها مهم است. و در قدم دوم اخلاقشان همچنان، هر دو قابل ملاحظه است. صاحب دین نبود دختر نباید شوهر کنه، و همچنان اگر صاحب دین دختر نبود بچه یا جوان نباید اقدام بکند. و همچنان اخلاق، رد کردن خواهر یا زن چنین شخص را به این گناهگار نمیشه. این چیز مطلوب است. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن اذا اتاکم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه. اولیای امور فرمودن وقتی که آمد به شما خواستگاری کسی که شما راضی سید از اخلاق یزو از دین یزو، پس او را اما دختری که دارید خواهری که دارید به نکاح بدهید. و همچنان فرمودن فظفر بذات الدین تربت یداک، یعنی صاحب دین ترجیح داده میشه. صاحب چی زن بوده باشه چی مرد، هر کدام صاحب دین ترجیح داده میشه. و چنین خواهری صبر کنه تا اینکه الله برش انسانی با ادب، با اخلاق، با دین میسر کنه و با او ازدواج بکنه و الله برش این کار میسر میگردانه، آسان میگردانه. اگر صبر کنه و تلاش چنین شخصی انشاءالله بی اجر میگیره، ولو که شوهر برش برابر نشوه. چون اگر شوهر بی دین برابر شد، خوف است که دین ازی خواهر تغییر بدهد، بالایش تأثیر گذار بوده باشد. پس از این بهتر است که با مو حالتی مجردی خود صبر کنه که الله تعالی بالایش دروازه رحمتش باز کنه. سوال کردن آیا در نماز تهجد سوره های مخصوصی آمده که خوانده شود؟ نه خیر برادر محترم، کدام سوره مخصوصی برای نماز تهجد نیامده و ثبوت نداره. البته برای ویتر که بعد از نماز تهجد آخرین رکعاتی که خوانده میشه و را ویتر انسان قرار میتیه، برای ویتر سوره های مخصوص آمده. از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت شده که در رکعت اول سوره سبح اسم ربک الاعلی و در دوم قل یا ایها الکافرون و در سوم قل هو الله احد سوره اخلاص هم میخواندن. هر ما متباقی رکعات نماز تهجد هر سوره را که یاد داره و در توانش هست تلاوت کرده میتونه هم را میخواند. و گاهی اگر در وتر هم سوره های غیر مخصوص سوره های دیگری را هم خوان اشکالی نداره، اما سنت است از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثبوت داره و رسول الله صلی الله علیه وسلم کار انجام دادن که در وتر سوره های مخصوصی میخواندن. برادری پرسیدن شخصی نام خود را محمد میگذارد، آیا در وقت صدا کردن این شخص بر رسول الله صلی الله علیه وسلم درود فرستاده شود؟ وقتی که او را شخصی محمد صدا میزند شخصی دیگری اللهم صل علی محمد بگوید، آیا این درست است؟ برادر محترم، شخصی نام خود محمد میگذاره یا این که به نام یکی از انبیا نامگذاری میشه شخصی، این به این معنا نیست که پیامبر جور شده و این حکم و خصایص پیامبر بالای ازی اجرا میشه و این خصوصیت بر ازی داده میشه. این به این معنا نیست. هرگز تو نمیشه که وقتی که شخصی را محمد نام داره صدا میزنی و درود بر رسول الله صلی الله علیه وسلم بفرستی. یک نوع التباس بالای مردم، اشتباه بالای مردم میاره. درود در وقتی نام رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصا نام رسول الله را گرفته میشه محمد صلی الله علیه وسلم و هدف خود ذات رسول الله صلی الله علیه وسلم، دو وقت درود بر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرستاده میشه. اما هر شخصی که محمد نام داشت وقتی صدا کردن از او درود بر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرستاده نمیشه تا اینکه التباس شود که
یعنی هر شخصی که محمد نام داشت دیگه گویا این که به او درود فرستاده شد، یا این که به رسول الله صلی الله علیه و سلم درود فرستاده شد، التباس به این شود که این شخص حکم یا صفاتی و ویژگی های رسول الله صلی الله علیه و سلم را گرفته باشد. پس انسان از این اجتناب کنه. این شخصی محمد نام داره، ابراهیم نام داره، موسی نام داره، دیگر به نام دیگر پیامبران در وقتی نام گرفتن از اونها نه سلام به اونها میفرسته نه درود به اونها میفرسته. برای مهدی و دجال پرسیدن که کدام یکی از اینها اول می باشد. برادر محترم، در عبارت کدام دلیل واضح و روشنی وجود نداره که اول مهدی می باشد یا دجال. البته مهدی یکی از علامات قیامت، علما ذکر کردن بیرون شدن مهدی، ولادتی از او و امامتی از اوست که میآید زمین را از عدل و انصاف پر میکنه بعد از اینکه از جور و ظلم و اینها پر شده بود. و اسم مهدی نامش محمد یا احمد به نام رسول الله صلی الله علیه وسلم و نام پدرش هم عبدالله به نام پدری رسول الله صلی الله علیه وسلم می باشه و از نسب آل بیت، از نسب رسول الله صلی الله علیه وسلم می باشه خودش. و اما وقتی بیرون شدنش و وقتی ولادتش تو مشخص نیست که در احادیث در وقت دجال می باشد، قبل از دجال می باشد، بعد از دجال می باشد. و بعضی علما البته گفتن که امامی که در وقت پایین شدن عیسی علیه السلام به زمین در دمشق امامت مسلمین را میخواهد بکنه در نماز فجر و حتی امامت مسلمین را در جهاد هم به دوست دارن، امی شخص مهدی گفتن که امی مهدی است. و در حدیث تو واضح نیست، البته در به لفظ امیر ذکر میشه که امی شخص امیر مسلمان است و نماز فجر است، میخوان نماز فجر امامت بکنن، بخوانن که عیسی علیه السلام به ذریعه ملائک پایین میشه و از عیسی علیه السلام تقاضا میکنه که نماز را بدهد. عیسی علیه السلام میگه نه، این فضل و مرتبه و مکرمه است که از جانب الله تعالی به شما داده شده و باز امامت مسلمین را همین امیر خودش میکنه. و بعضیا گفتن همین امیر مهدی میباشه. و البته واضح و روشن نشده که این امیر قبل از دجال بوده یا بعد از دجال. بعضیا گفتن که قبل از دجال است. قبل از دجال است، واضح نیست در دلایل. المهم قبل از دجال باشه یا بعد از دجال، اگر مهدی همون شخص باشه با یهود درگیر است و جهاد میکنه و همین لحظه درگیری از اینها، جهادی از اینها در وقت نماز صبح عیسی علیه السلام به ذریعه ملائک پایین میشه و اولین کاری را که انجام میدهد دجال را از بین میبرد. الله اعلم. کسی که نماز نمیخوانه هیچ خیری ده او نیست. نماز که ترک کنه دیگر اعمال بر، اعمال نیک به دردش نمیخورد. به قول راجح از اهل علم به نماز کافر است. کسی که نماز یک وقت میخوانه وقت دیگری نمیخوانه کافر است و نصوص شریعت هم به همین دلالت میکنه. پس صدقه از این تو انسان قبول نمیشه مادامی که نماز نمیخوانه. دیگر نه صدقهش قبول میشه، نه حجش، نه زکاتش، نه اعمال بر دیگرش. اما انسانی که فاسق و فاجر و غیره اعمال نادرست اگر داشته باشه صدقه کنه مشکل نداره، الله تعالی قبول کنه و میشه که من رای اصلاح شود. برادری از حجامه پرسیدن که آیا حجامه کردن جایز است یا خیر؟ بله برادری محترم، حجامه جایز است و رسول الله صلی الله علیه وسلم حجامه را نوع علاج معرفی کردن و خودشان حجامه می کردن. اگر شخصی که ضرورت داره حجامه میکنه، حجامه نوع علاج است.